بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و گرامی، بینندگان عزیز، روزی نیست که 10 12 15 اویلوهای جنجالی طلاق شده دیگر یعنی به این مرکز مراجعت میکنند. ما از اکثریتش یعنی از جزئیات زندگی اونها پرسون میشدیم. به خلاصه اومدیم که یعنی همین است. اصلا ناباوری در اویله بین زن و شوهر، ناباوری بین زن و شوهر در اویله فرزندان رو ناکام و بدبخت میکند. برای همین خداوند میگوید که بین زن و شوهر باید زندگی در اساس مهر، محبت و رحم و شفقت. حالا هر وقت پیامبر علیه الصلاه و السلام از پیامبر علیه الصلاه و السلام مادرمون بیبی عایشه روایت میکنند که میگویند که ان الله رفیق يحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف و ما لا یعطی علی ما سواه. این حدیث رو امام مسلم روایت کرده است. حالا میگه پروردگار خیر و برکتش رو برای زن و شوهر در اویله، برای اون اویله در اساس معامله نیک چنان میدهد که هرگز در معامله بد نمیدهد. یعنی چی؟ هر چقدر مناسبت زن و شوهر بهتر و خوبتر شد، برکت الهی در اون خانه و برای فرزندان اون زن و شوهر زیاد می شود. یعنی وقتی که معامله نیک شد، خیرخواه شدن نسبت همدیگر، پروردگار خیر و برکتش رو در اون خانه میریزاند. اون خانه با برکت می شود و مهم است فرزندان کامیاب می شوند. مهم است این پدر و مادر در تربیت فرزندان کامیاب می شوند. کامیاب شدن در تربیت فرزند، ما انشالله یکون برنامه مخصوصی که کار کنیم که در تربیت فرزندان کامیاب شویم، ما یکون برنامه مخصوص ما فکر داشتیم که در همین برنامه جای میکنیم. فکر میکنم که جای نمیشد در علایده. اول ما چرا اول معامله زن و شوهری اختیار کردیم این موضوع رو؟ به خاطر که تربیت فرزند هم از معامله نیکی زن و شوهر یا که پدر و مادر، از معامله نیکی پدر و مادر یعنی فرزندان تربیت می‌یابند، کامیاب میشوند. و برنامه دیگری در نظر داشتیم احترام پدر و مادر. اگر فرزندان تربیت نشوند هرگز پدر و مادر رو احترام نمیکنند. برای همین برنامه‌هایی که به همدیگر پیوست و خیلی وابستگی زیاد دارن که از همدیگر وابستگی دارن، حالا اولش این بود که یعنی چیز معامله نیکی زن شوهر، و بعد از این معامله یعنی تربیت فرزند، بعد از اون احترام پدر و مادر. ان شاء الله با امید پروردگار اگر پروردگار عمر داده باشد در این موضوع ما صحبت خواهیم داشت. حالا چرا پروردگار یک حرامی رو گفتم که اجازه داده است بین زن شوهر؟ بین زن شوهر اجازه داده است تا اینکه مبادا اگر دوست نداشت نگوید دوست نمیدارم، راستش نگوید، دروغ بگوید، چی شوهر باشد چی زن باشد. نفری پیش امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زنی از نزدیکانشون بود. رفتن شکایت کردن، گفتن ای امیرالمومنین زندگی هم تلخ شده ایستاده است. امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله عنه گفتن که چی شد؟ میدونستم که زندگی خوبی داشتید. گفت درست است، زندگیم خیلی خوبی بود. چرا که هر وقت شوهرم میگفت که زنک جون دوستم میداری، میگفتم دوستت میدارم. زندگی هم خوب بود. روز پرسون شد شوهر، پرسون شدم که زنک جون دوستم میداری؟ گفتم دوستت میدارم. سوگندم داد، گفت که بو که والله یعنی وزنین ترین قسم در اسلام. رو گفت ناگوار ناایلاد شدم و واقعیت رو گفتم که حالا که قسمم نداده بودی میگفتم که دوستت میدارم، حالا سوگندم که دادی راستش بگم دوستت نمیدارم. از اون روز، از اون لحظه زندگیم تلخ شده ایستاده است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر کردن به این زن که رفته بگو به شوهرت که من یه شوخی کردم، حالا شما اونو درست فهمیدید، راستش بگویم.
آقای وقتی که گفت که هر راستش بگو که والله بالله تالله دوستت می‌دارم شوهر جان. زن در حیرت زد، گفت که امیرالمومنین دوستش نمی‌دارم. گفت برو سوگند خدا و رسول خدا در معامله زن و شوهر در مسئله مهر، فقط مهر، نه اشیا و خرید دیگر و دیگر، فقط در مسئله مهر اجازت دروغ گفتن رو دادگی هست. برو بگو که دوستت می‌دارم تا اینکه زندگی، تا اینکه در تربیت فرزندان کامیاب شوید، فرزندانتون اوور و سرگردان و ناکام و بدبخت نشود. پس اون زن آمد گفت که شوهر جان خب دیگر شوخی کردم، شما هم جدی گرفتید و نفهمیدید من رو، راستش بگیم. گفت ها. گفت والله بالله تالله دوستت می‌دارم. تمام. بعد مدتی گفت دید حضرت عمر گفت که ای زن چی شد زندگیت؟ فلانی زندگیت چی شد؟ گفت سوگند به پروردگار از پیشینم بهتر. یعنی همین است. برای چی حالا یعنی دروغ گفتن بین زن شوهر رو پروردگار اجازت دادگی است، خدا و رسول خدا اجازت دادگی هست، و خاطری که در تربیت فرزندان کامیاب شوید، و خاطری که هر چیزی که شریکی باشد در اون دشواری و مشکلی هست. دهقانی شریکی، تجارتی شریکی، خانه شریکی، ماشینی شریکی، دکانی شریکی، هر چیزی که شریکی هست در اون مشکلی و دشواری هست. برای همین با در نظر داشت این دشواری زندگی و این مشکلی، خدا و رسول خدا اجازت دادگی است که دروغ بگویید تا اینکه زندگیتون خوب پیش برود و از همدیگر نفرت نداشته باشید. حالا اگر مبادا دوست هم نداشته باشید، یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار گفتید دوستت می‌دارم مردک جان یا زنک جان، باید زندگی مسلمان باید در اساس همین باشد. حتی در حضور فرزندان شما باید زن شوهر یعنی پدر و مادر باید اظهار محبت نسبت همدیگر کنند تا اینکه فرزندان خوشحال باشند. یعنی ناکامی فرزندان از ناجوری پدر و مادر به وجود می آید. و خاطری که در تربیت فرزندان کامیاب شوید و فرزندان افتخار کنند به پدر و مادر، باید که در نزد در حضور فرزندان باید زن احترام و مرد اظهار محبت باید نسبت زنش نسبت مادری اون فرزندان داشته باشد. فکر نکنید که اون زنی من است. هر انسانی، من، شما، هر کسی نسبت مادرش یعنی تماما فکری دیگر دارد. مادر مهرش، احترامش در قلب تمام چی مرد چی زن، یعنی احترام مادر در قلب هر فرزندی. اگر مثل من یک یعنی همه سر و ریش سفید شده باشد هم تا حال هم همون مهر مادر هست، هر کسی نباشد خطی نظر، باید شوهر نگوید که این زن من است، باید بگوید که مادری فرزندانم است، مادری فرزندانم.